من اگه روزمرگی داشته باشم وارد افسردگی میشم، پس نمیخوام افسرده بشم، پس از روزمرگی میخوام بیام بیرون، یه هدفی داشته باشم، برای هدف خودم زندگی بکنم. ولی هدف شما اضطراب برای شما ایجاد میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه آینده نامعلومه. قبل از رویدادهای مهم زندگی شما، یعنی آقا من هدف ندارم، اوکی، قبل از هر رویداد مهمی توی زندگی شما اضطراب داری، میخوای ازدواج کنی اضطراب داری، میخوای وارد دانشگاه بشی اضطراب داری، میخوای بری توی کلاس جدید شرکت کنی اضطراب داری، میخوای وارد بازار جدید بشی اضطراب داری، میخوای نمیدونم شغل ایجاد کنی اضطراب داری. همه اینا اضطراب میاره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آینده دقیقاً مشخص نیست. تصمیم‌های مهم زندگی هم برای شما اضطراب میارن. آقا من هدف ندارم، ولی تصمیمات مهم زندگی مطمئنا داری دیگه. اینا همشون اضطراب میارن. اگه نگاه کنی به تصمیمات مهم زندگی قبلی خودت، خب اون اضطراب‌ها رو میتونی قشنگ ببینی. بعد میگی که آها اشکالی نداره، این یه ذره اضطرابه، چیز بدی نیست. حالا بچه‌ای که تو بازار فارکس هم هستن، اون یه کوچولو معامله تازه می‌خوای وارد معامله بشی،